آیا کشتار مردم بیگناه در 17 و 18 دی ماه 1404 قتل عام علیه بشریت نیست؟ آقایان بی تفاوت، آقای رئیس جمهور فرانسه، آقای نخست وزیر انگلیس، بی تفاوت ها، آیا این قتل عام علیه بشریت نیست؟ خجالت بکشید. ارتش بی غیرت که در ایران حضور دارد چگونه توانست قبول کند که عده‌ای اراذل با اسلحه‌های سنگین با مسلسل وارد ایران شوند، از مرزهای ایران رد شوند، وارد ایران بشن و مردم بیگناه ایران را قتل عام کنند؟ بیش از 50,000 کشته، بیش از 300-400 هزار زخمی، بیش از 8,000 چشم کور شده را قبول کند و بنشیند و نظاره‌گر باشد. آیا این ارتش بی غیرت نیست؟ الهی بمیرم برای هموطنان عزیزم.